پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بار اول موقع خود را در برابر حوادث افغانستان بعد سر قدرت آمدن طالبان آشکار کرد. امامعلی رحمان امروز در شهر دوشنبه ضمن ملاقات با مخدوم شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت تاجیکستان حکومت را که با ظلم و تعقیب تشکیل یافته است هیچگاه اعتراف نمی‌کند. او تاکید کرد که تاجیکان در حکومت آینده افغانستان باید جایگاهی شایسته داشته باشند. همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزا نبی، در ملاقات امامعلی رحمان با وزیر کارهای خارجه پاکستان باز چه نکته‌های دیگر تاکید شد؟ بله عبدالله، بجز اینکه تاجیکستان پیشنهاد یک حکومت فراگیری اقلیت‌های ملی با شرکت از جمله تاجیکان را کرد، باز تاکید داشته است که در ساختار دولتی در این کشور با راه رای پرسی و با نظرداشت موقع تمام شهروندان این کشور معین کرده شود. پرزیدنت رحمان ذکر کرده است که تاجیکستان حکومتی را که با زوری و بی نظر داشته موقع کل مردم افغانستان تأسیس داده شود اعتراف نخواهد کرد و همچنین پرزیدنت تاجیکستان گفته است تاجیکان بایستی در حکومت نوی افغانستان جایگاه شایسته داشته باشند. با تکیه به دلیل هایی که حکومت تاجیکستان در دست داشته است میگوید طالبان از وعده های قبلی خود جهت تشکیل دادن حکومت موقتی انتقالی با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیده و بنیاد امارت اسلامی آمادگی می‌بیند. در این دیدار جانب تاجیکستان وضع کنونی افغانستان را از تهدیدهای بزرگ برای امنیت منطقه ارزیابی نموده گفته است بر اثر خروج نیروهای ائتلافی از قلمرو این کشور به یک فاجعه گومانیتری تبدیل یافته است. تاجیکستان همه گونه نمود بیقانونی، کشتار، غارتگری و تعقیب و ظلم را علیه مردم افغانستان مخصوصا تاجیکان، ازبکان و دیگر اقلیت‌های ملی قطعاً محکوم می‌نماید. خب تحلیلگران مسائل افغانستان میگفتند که دوشنبه منتظر مسکو و دیگر هم پیمانانش به مثل چین بود که بعد روشن شدن موقع آنها احتمال موقع خود را اعلان دارد. حالا مثلا مسکو در همین قضیه چی موقع دارد؟ ببینید، یک روز قبل 24 آگوست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش نیت دخالت در کارهای داخلی افغانستان یا مشارکت نظامی در درگیری‌های آن کشور را ندارد و این حرف خود را در ملاقاتش با مسئولان حزب حاکم روسیه بیان کرده است و از جمله گفته است به طور مشخص ما نیت دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم و حتی نمیخواهیم که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانیم که همه در برابر همه می‌جنگند. و موقع چین که همپیمان دیگری تاجیکستان در سازمان شانگهای است روشن شد که با طالبان همکاری خواهد کرد، اما کارشناسان میگویند به هر حال تاجیکستان یک کشور همسایه و هم تاریخ و هم فرهنگ و هم زبان با افغانستان بوده. طوری گفته شد 46% جمعیت آن را تاجیکان در بر میگیرند، نگذاشت منتظر بماند. تاجیکستان از جامعه جهانی از جمله از سازمان ملل متحد دعوت به عمل آورد که در راه به دست آوردن ثبات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد. تشکر. میرزا نبی خالقزاد بود. تشکر برای صحبت و بررسی موضوع افغانستان را بعد از یک آگاهی ادامه می‌دهیم.